بریم. خب معنی لغوی رزین به معنی صمغ هست و ما در صنعت هم صمغ شیمیایی داریم و هم صمغ گیاهی. صمغ گیاهی که همون صمغ‌هایی هست که صمغ درختان هستن و برای مصارف مختلف ازش استفاده، هم آرایشی استفاده میشه و هم دارویی استفاده میشه. و صمغ شیمیایی که بیشتر ازش توی صنعت به عنوان چسب استفاده میشه. مصارف دیگه مثل کفپوش و این چیزا هم داره، برای دکوراتیو استفاده میشه، ولی بیشترش از گذشته ها از رزین به عنوان چسب استفاده میکردن تو حالا توی مشتقات مختلف. و به تازگی رزین اپوکسی وارد صنعت هنر شد. به تازگی که نه، ولی اخیراً حالا میتونیم بگیم چند سال اخیر وارد دنیای هنر شده و دو جزء هست. رزین که بزرگتر هست و هاردنر که کوچیکتر هست. هاردنر به معنی سخت کننده، معنی لغوی انگلیسیش هست هاردنر، سخت کننده، و رزین هم که به معنی سنگ هست. این دوتا کنار هم دیگه وقتی با هم ترکیب میشن نسبتاشون خیلی مهم هست، نسبت 2:1. از ابعادشون، اندازه هاشون هم میتونیم اینو تشخیص بدیم، یعنی از این بیشتر. بله، مثلا اگه ما از رزین 50 گرم توی لیوانمون ریختیم وزن کردیم، از هاردنر باید 25 گرم برسیم. یا اگه از رزین 100 گرم ریختیم، از هاردنر باید 50 گرم برسیم. اوکی؟ و این دوتا با هم ترکیبشون با هم ترکیب رزین اپوکسی رو میده. یعنی ما وقتی گفتیم که رزین اپوکسی میخوایم داشته باشیم، یعنی ما رزین هاردنر رو با هم دیگه باید ترکیب کنیم. یعنی و از این به بعد هم هر جا گفتیم رزین مثلا اینقدر رزین میسازیم، منظورمون رزین هاردنره. هیچ کدوم از این دوتا به تنهایی در هنر استفاده نمیشه، چون هیچ کدوم از اینا تا سالیان دراز کنار هم دیگه همجور تو ظرفای جداگانه باشن هیچ واکنشی ایجاد نمیکنن، مگه تاریخ انقضاشون بگذره. وگرنه که وقتی اسم از رزین میاریم یعنی که رزین و هاردنر باید با هم دیگه ترکیب بشن و اون محلول یک نواخت رو ایجاد کنن که بتونیم باهاش کلاً همیشه از این دو برابر از این دستش. بله، همیشه در همه مثلا ببینید رزینی که ما توی هنر استفاده می‌کنیم رزین 50% است. من نمیخوام ذهنتون جای دیگه بره، ما تو این هنر از رزین 50% استفاده می‌کنیم، ولی هستن رزین هایی که 3:1، یعنی 3 تا فلان. نمیخوام حالا ذهنتون درگیر اونا بشه. ما از رزین اپوکسی که استفاده می‌کنیم 2:1 50% بهش میگن رزین 50%. خب و هستن، چرا خیلی از مشتقات دیگه هستن، حتی برای شما برای کار ناخن که برین همون رزین هست. و هاردنر اون رزینی که روی ناخونتون میزنن دستگاه یووی هست. اینجا هاردنرش دوتا به صورت مایع هستن، یعنی رزین هاردنر به صورت مایع هستن، ولی مثلا توی ناخونکاری هاردنرش وقتی رزین رو روی ناخون میذاره هاردنرش دستگاه یووی هست. پس میگم به شکل‌های مختلف هست، ولی چیزی که ما توی هنر رزین داریم این شکلی هست، رزین و هاردنر. آره، همونجور که از اندازه هاشون هم نگاه کنیم متوجه میشین که آره نسبت کدوم بیشتره و نسبت کدوم کمتره. کلا رزین یه محصول وارداتی هست، یعنی توی کشور ساخته نمیشه، به صورت وارداتی وارد ایران میشه و به صورت غلیظ هست و برای تکنیک های مختلف و مصارف مختلف میان بهش حلال میزنن. این حلال هایی که بهش میزنن باعث میشه که رزین به 3 دسته تقسیم بشه: غلیظ، نیمه غلیظ و رقیق. خب هر کدوم از این 3 دسته برای تکنیک های مختلف توی هنر رزین استفاده میشه. حالا ما توی دوره تقریبا با 2 مدلش کار میکنیم. رقیق خیلی مهم نیست و حالا براتون توضیح میدم چرا. و تقریبا کارکرد همشون رو متوجه میشه. همشون نسبت 50% دارن. کار کردن با رزین هاردنرشون به یک صورت هست، هم زدنشون و کلا همه در واقع یه حالت هست. آره یه حالت هستن، فقط تو حالت غلیظ هستن و نیمه غلیظ و رقیق. یعنی میخوام بهتون بگم که مثلا رزین غلیظ توی متر مکعب تعداد مولکول هاش بیشتر هست. خب پس میشه رزین غلیظ.
تو همون متر مکعب تعداد مولکولش مولکول‌های رزین نیمه غلیظ کمتر هست. برعقیق به همین صورت. حالا بیشتر از کدوم یکی ما استفاده ما توی دوره از رزین نیمه غلیظ و کلا همیشه از رزین نیمه غلیظ استفاده میکنیم، به غیر از یه تکنیک که نیاز هست با رزین غلیظ کار بشه. و حالا توضیح میریم جلوتر، توضیح میدم که میتونید مثلا اینجا ازشون استفاده کنید هر جور که شما راحت تر هستید. خب حالا یه خورده در مورد انواع رزین ها باهاتون صحبت کنم. رزین غلیظ گفتم که رزینی هست که تعداد مولکول هاش تو واحد خیلی بیشتر از اون دو دسته دیگه هست و برای همین واکنش پذیریش بیشتره. وقتی که تعداد مولکول ها تو واحد بیشتر باشه، برخورد مولکول های رزین و هاردنر، وقتی رزین و هاردنر رو توی یه لیوان میریزیم که با هم ترکیب کنیم، وقتی تعداد مولکول ها یعنی غلظت بالا باشه، تعداد برخورد های رزین و هاردنر با هم بیشتره. وقتی تعداد برخورد ها بیشتر باشه، باعث میشه واکنش پذیری خیلی بیشتر بشه و تایمی که ما میتونیم ازش از رزین استفاده کنیم کوتاه‌تر میشه. خب مثلا ما رزین غلیظ رو مثلا اگه بتونیم باهاش کار کنیم توی مثلا 20 دقیقه میتونیم کار بکنیم. خب ولی مثلا رزین نیمه غلیظ توی نیم ساعت تا 40 دقیقه تایم داریم که باهاش کار بکنیم تا سفت بشه و رزین رقیق 1 ساعت و نیم تایم داریم که باهاش کار کنیم. خب این از این. پس هر کدوم از این رزین ها تایم مشخصی دارن که ما میتونیم اون تکنیک و اون طریقو که میخوایم اجرا کنیم. پس تایم خیلی مهمه و نوع رزین خیلی مهمه توی اون تکنیکی که انتخاب میکنیم. رزین نیمه غلیظ رو وقتی توی یه لیوان میریزیم، همونجور که داریم هم میزنیم حبابدهی خیلی زیادی داره چون غلیظ هست، سیالیتش زیاده کمه. یعنی وقتی ما داریم رزین غلیظ رو روی سطحی میریزیم، روی سطح چوبی میریزیم و میخوایم رزین رو پهن کنیم، به سختی اتفاق میفته، یعنی به سختی تکون میخوره. مثلا ماست چکیده یا مثل عسل که دیدین وقتی میخواین مثلا روی نون بزنینش چقدر آره. اون رزین غلیظ هست. پس حبابدهیش خیلی زیاده، سیالیت خیلی پایینی داره و واکنش پذیری خیلی زیادی داره و تایمی که به ما میده که ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم تایم کوتاهی است. برای کسایی که آماتور کار میکنن بهتره که از رزین غلیظ استفاده نکنن، چون تا بیان رنگ ها رو بسازن و بخوان حالا فکر کنن و کار اجرا بکنن تایمشون تموم میشه و نمیتونن اون حالا کاریو که میخوان به اتمام برسونن. پس بهتره که اول با رزین نیمه غلیظ شروع بکنن به کار کردن. رزین غلیظ بیشتر برای تکنیک های استفاده میشه که ما یه بافت و یه شکل و یه طرحی رو ایجاد میکنیم و بعدش انتظار داریم اون طرح باقی بمونه. وقتی میخوایم اون طرح سریع فیکس بشه از رزین غلیظ استفاده میکنیم، چون اون طرح تا میایم اجراش میکنیم دیگه به صفر شدن نزدیک میشه. حالا من نمیخوام اصطلاحاتو بگم، میخوام اصطلاحات آخر بدم، برای همین خود مکس میکنم. و وقتی که یه طرحی رو ایجاد میکنیم و انتظار داریم که سریع به صفر شدن و سخت شدن برسه، از رزین غلیظ استفاده میکنیم. و اینکه برای تکنیک هایی استفاده میکنیم مثل میزها که مثلا حالا میخوایم خط و خش کمتری روش ایجاد بشه، چون بالاخره روی رزین خط و خش ایجاد میشه، اگه مثلا با چاقو یا شیء تیزی روش کشیده بشه خط و خش ایجاد میشه. برای همین برای ساخت میزها ازش استفاده میکنن، چون که تعداد مولکول‌هاش تو واحد گفتم زیاده و غلظت خیلی بالایی داره. برای همین استحکام بالاتری داره، یعنی پیوندها خیلی بیشتر اتفاق میفته. مثلا توی نیمه غلیظ تعداد مولکول‌ها کمتره، مثلا اگه توی غلیظ مثلا تعداد پیوندها مثلا توی واحد متر مربع مثلا 20 تا پیوند مولکول بین رزین و هاردنر اتفاق بیفته، مثلا نصف اون توی رزین غلیظ اتفاق میفته. پس وقتی پیوندها کمتر باشه استحکام کمتره. برای همین برای ساخت کلا کارهای بزرگ از رزین غلیظ استفاده میکنن. یه چیزی که باید در نظر بگیریم همیشه برای رزین ها ارتفاع رزین هست. یعنی ما وقتی که داریم مثلا توی میز از رزین استفاده میکنیم، از رزین غلیظ استفاده میکنیم، نمیتونیم ارتفاعی بیشتر از 1 سانتی داشته باشیم. نزدیک ارتفاع مثلا ضخامت مثلا
زخامتی که روی میز قراره مثلا باشه، این زخامت نمیتونه بیشتر از 1 سانت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه کلا پیوندها از پایین اتفاق میفته و پیوندهای شیمیایی وقتی اتفاق میفته تولید گرما میکنن. وقتی تولید گرما میکنن اجازه نمیدن دیگه این لایه‌های بالاتر پیوندها ایجاد بشه، یه حالت تصاعدی گرما ایجاد میشه اگه زخامت خیلی بالا باشه و قطعه رزینی ما باعث میشه که به حالت ژله‌ای باقی بمونه. ما وقتی زخامت خیلی بالا باشه انقدر گرما ایجاد میشه، چون کلا واکنش بین رزین و هاردن یه واکنش گرماده هست، یعنی باعث ایجاد گرما میشه. یعنی اگه توی وسعت زیاد، توی حجم زیاد ما بخوایم استفاده کنیم اصلا احساس میکنیم که دور برمون گرم شده. مثلا یه میز و این چیزا میخوای بسازی احساس میکنی که دور برت گرم شده، چون یه واکنش گرمازا هست. و اگه تو ارتفاع، تو زخامت زیاد استفاده کنیم باعث میشه که میگم اون کارمون مثل ژله بشه و دیگه هیچ وقت صفر نشه. اون گرمای بیش از حدی که ایجاد میشه مانع از تشکیل پیوندها میشه و باعث میشه که کارمون خراب بشه. پس برای رزین های غلیظ اگه استفاده میکنیم زخامت بیشتر از 1 سانت مجاز نیستیم که استفاده کنیم. ولی برای غیر چیز، برای نیمه الان میرسیم به اونا. مثلا تو قالب‌های سیلیکونی همه قالب‌هایی که شما نگاه کنید همشون 1 سانت هستن دیگه. ما اصلا از 1 سانت بالاتر نداریم مگه اینکه قالب‌های دستساز باشن که اون هم باید لایه لایه کار بشه. مثلا رزین غلیظ توی مثلا میز و اینا رو به صورت لایه لایه کار میکنن. اینجوری که فیلم‌ها رو نگاه میکنیم یهو مثلا یک عالمه میریزه و اینا، همه اینو نمایشی هست. مثلا خیلی اوقات میبینید شما یه میز بزرگ همون لحظه دارن درست میکنن فلان، ولی اینا همه فقط برای تولید محتوا هست و اصلا همچین چیزی امکان نداره که بشه توی همچین ارتفاعی کار کرد اگر رزین غلیظ باشه. حالا اگر رزین نیمه غلیظ باشه باز میشه، رزین رقیق باشه میشه، ولی به طور کلی نمیشه زخامت رو بیشتر از اون حدی که بیشتر از اون حدی که مجاز هست و در نظر بگیریم و کار کنیم، چون کارمون خراب میشه در نهایت. رزین های نیمه غلیظ پرکاربردترین رزین هایی هستن که توی صنعت هنر رزین استفاده میشه، به خاطر اینکه مدت زمانی که ما میتونیم باهاش کار کنیم طولانی تر هست و سیالیت خیلی خوبی داره. یعنی ما راحت میتونیم روی سطح پخشش کنیم و طرحی که دلمون میخواد رو ایجاد بکنیم و حبابدهی خیلی کمی داره. یعنی وقتی ما رزین و هاردنر رو با هم ترکیب میکنیم حبابدهیش خیلی پایینه. یکی از چالش‌های هنرمندا با رزین دارن این که حباب نزنه کارشون، مخصوصا تو قالب‌های سیلیکونی. و رزین های نیمه غلیظ اگه جنس رزین خوب باشه معمولا راحت تره و این حبابدهی کمتر اتفاق میفته توی رزین های نیمه غلیظ. و ما ارتفاعی که میتونیم توی رزین نیمه غلیظ استفاده کنیم تا ارتفاع 1.5 سانت هم میتونیم استفاده کنیم، چون میگم غلیظتش پایین‌تر از رزین غلیظ هست و ما میتونیم راحت ازش تا ارتفاع 1.5 سانت هم استفاده کنیم. ولی از نظر استحکام از رزین غلیظ استحکام پایین‌تری داره، ولی برای کارهای هنری و کلا ظروف و اینها میتونیم از رزین نیمه غلیظ استفاده کنیم. کلا ما همیشه از رزین نیمه غلیظ استفاده میکنیم. و همین دیگه. رزین رقیق که بیشتر تکنیک هایی که ما استفاده میکنیم توی با رزین های نیمه غلیظ هست، یعنی اغلب تکنیک ها رو میتونیم باهاش اجرا بکنیم و تنها تکنیکی که حالا نمیشه مثلا باش اجرا بکنیم زیبرالات هست، چون که زیبرالات خیلی حالا یه قطعه‌های کوچیکی هستن و حبابدهی توشون خیلی مهمه که حباب نزنه و در آوردن نگاه کنم مثلا حباب توی این مثلا قطعه‌ها خیلی سخت هست. برای همین برای کلا زیبرالاتینا از رزین رقیق بهتره که استفاده بکنیم. حالا اگه مثلا می‌خوایم به صورت اختصاصی به حالا زیبرالات بپردازیم بهتره که از رزین رقیق استفاده کنیم. اگر نه که باز من بهتون میگم چجوری از رزین نیمه غلیظ استفاده کنیم که راحت تر بتونیم حباباشو در بیاریم. اینم خوبه.
برای برای زیرالات که میگین از رزینگ مثلا حالا رقیق بخواد استفاده کنه، اون تمیزتره برای این کار یا نه؟ برای زیرالات بهتره که از رزین رقیق استفاده بشه، ولی به خاطر تمیزی کاره، به خاطر اینکه حباب دهی کمتری داره. یعنی ما مثل آب رزین رقیق و هر چقدر که همش تون همش بزنیم حباب ایجاد نمیشه. مثل آب تون هم بزنم هیچ اتفاقی براش نمیفته. ولی آره اونا رو باید من بهتون میگم چجوری بر هم بزنیم که این اتفاق نیفته، ولی به طور کلی برای زیبرالات بیشتر استفاده میشه. رزین رقیق سیالیت خیلی بالایی داره و دقیقاً مثل آب هست و کنترل کردنش به شدت سخته. وقتی روی بیسی که لبه دار نیست میریزین، از هر طرفش میریزه. کار باید توازن داشته باشه، یعنی تراز باشه، هیچ طرفش شیب نداشته باشه که رزین از یه قسمتش شوره کنه و خیلی اجرا کردن تکنیک باهاش سخته. به خاطر اینکه ما تکنیک رو با رزین رقیق اجرا میکنیم، مثلا میگیم مثلا حالا تکنیک رو اجرا کردیم میگیم چقدر خوشگل شده، میریم 2 ساعت بعد میبینیم که اصلا هیچ اثری از اون افکت و بافتی که ایجاد کردیم نیست. چرا؟ چون که کلا رزین رقیق تا به صفر شدن نزدیک بشه یه تایمی میبره. مثلا ما همون لحظه اجراش میکنیم، خوشگل شده، مثلا کارو حالا دیگه تموم شده، رهاش میکنیم میریم. بعد از کلا رزین رقیق بعد از 1 ساعت تازه شروع به صفر شدن میکنه. بعد مثلا ما همون اول اجراش کردیم، بعد از 2 ساعت که برمیگردیم میبینیم یه حالت مثل عسل شده ولی اثری از بافتمون نیست. اونم کلا رزین های رقیق برای ایجاد افکت و بافت مناسب نیستن، فقط برای زیبرالات که نمیخوایم بافت خاصی بدیم یا حالا افکت و یا طرح خاصی بدیم استفاده میشه و خیلی هم استحکام پایینی داره، چون که میگم تعداد مولکول هاش کم هست، پس در واقع پیوندهای کمی اتفاق میفته، برای همین استحکام پایینی داره و برای ظروف و حالا قطعه‌های رزینی مناسب نیست. میگم بیشتر برای زیبر. من خودم به شخص تهیه‌اش نمی‌کنم هیچ وقت که استفاده کنم از رزین، به خاطر اینکه همون زیبرالات هم اگر دستت بیفته امکان داره بشکنه. خیلی استحکام پایینی دارن. مثلا برای قطعه‌های مثل این که فقط میخی هستن و اینا مناسب هستن. شده من مثلا روی زیبرالات کار کردم، اینجا مثلا حجم زیادی زیبرالات رو بردم، دستم افتاده مثلا شکستن. آره حالا بازم بستگی داره دیگه، ولی خب بهتره که من ترجیح هم رزین نیمه غلیظی که باهاش کلا حتی برای آره با همه چی من با رزین نیمه غلیظ خیلی هم بهتره. آره مثلا سر کلاس‌ها چون دارم همزمان توضیح میدم خوب هست که آره هم رزین رو میسازم هم توضیح میدم و تایم خوبی بهم میده. این از رزین ها. یه نکاتی هست که در رابطه با رزین ما همیشه باید این نکات رو بدونیم. یکی اینکه رزین با 2 چیز دشمن هستش. یکی با رطوبت و آب هست. یعنی روزهایی که کلا زمستون ها و روزهای بارونی یا زمانهایی که مثلا تو خونه شما آشپزی میکنین و هودو نمیزنین، این چقدر خونه یهو دم میگیره. اینجور مواقع اگه شما یا روزهای بارونی یا شرجی، روزهایی که رطوبت بالا هست، یه دستگاهی هست رطوبت سنجه، حالا میتونید شما روی گوشی هم نصبش کنید، لازم